با ضربه‌های مرگاور نیروهای مسلح ارمنستان و آذربایجان به همدیگر، مردم عادی دو طرف در میان آتش جنگ ماندند. در این حمله ها روستاها در قره‌باغ کوهی و اطراف آن ویران و ولنگار شدند. جنگ بین دو کشور روز 27 سپتامبر آغاز شد. شام 29 سپتامبر ساعت‌های 7 بود که بمباران از طرف ارمنستان آغاز شد و به این جا هم زد. به جایهای زیادی دهه آسیب رسید، خانه‌ها ویران شد، یک نفر زخم برداشت. دو کشور سال 1992 با هم جنگیدند و بعد آنکه جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان قره‌باغ کوهی را مستقل اعلان کردند. آذربایجان از مرگ 10 غیر نظامی تا روز 30 سپتامبر گزارش داد. هیچ چیزی درباره تلفات در بین سربازان نگفت. تا کجا درست بودن گفته‌های باکو معلوم نیست. از بس که آذربایجان و ارمنستان وضع فوق‌العاده اعلان کردند، رادیوی آزاد امکان حرکت آزاد و انعکاس حادثه ها را در هیچ جای ندارد. در این ویدیوی بخش ارمنی رادیوی آزادی از روز 28 سپتامبر دهه مرتونی را می‌بینید. سفری خبرنگاران به اینجا را مقامات تشکیل کردند. الکساندر ملکومیان میگوید که خوشدامنش در نتیجه بمب‌اندازی کشته شد. همسرش زخم برداشته، کودکی همسایه جان داده است. من میخواستم به خوکها خوراک دهم که زنم گفت تیراندازی است. فکر کردم تیراندازی هایی است که تقریبا هر روز میشنویم، ولی ناگهان صدای ترکش شد. از اینجا می اومد. وقتی به این طرف دویدم آدمان اینجا افتاده بودند. حکومت ارمنستان این ویدیو را روز 30 سپتامبر نشر کرد. پناهگاه از بمب‌اندازی در قره‌باغ کوهی را نشان می‌دهد. ارمنستان میگوید تا روز 30 سپتامبر 8 غیر نظامی کشته شدند. پیش از این از هلاکت 84 سرباز گزارش دادند. تصدیق درستی خبر از منابع مستقل امکان ناپذیر است. 10 نفر از هر دو طرف مجروح شدند.